صدا رو ندارین؟ خب تا مقیاس ساده. مقیاس ساده رو کامل خدمتتون گفتیم. خب دوستان من حتما فایل رو خدمتتون بارگذاری میکنم، منتها فعلا شما عکس بگیرین از صفحاتی که بارگذاری میشه. خب مورد بعدی مقیاس مرکب هستش، برای کشورهایی که داره سیستم غیر متریک هستن مورد استفاده است و نشان میدهد هر 2 اینچ روی نقشه برابر با 5 مایل روی سطح زمین است. برای مقیاس مرکب گفتیم مقیاس رو با اس نمایش میدیم، نشان میدهد در مقیاس مرکب برای کشورهایی که دارای سیستم غیر متریک هستن مثل انگلستان، ایالات متحده و باقی کشورهایی که در واقع با مایل و فوت و فیت و ارزم به حضورتون اینچ سر و کار دارن، کاربرد داره نشون میده هر 2 اینچ روی نقشه نشان دهنده 5 مایل روی سطح زمین هستش. اینم برای مقیاس مرکب. یه اعلام حضور بفرمایید. خب از این اسلاید یه زحمت بکشین، عکس بگیریم. من جهت حضور غیاب فقط این صفحه چت رو میبینم، اون قسمتی که بچه ها آنلاین هستن رو کاری ندارم. من هر کسی که جواب سوال من رو بده در واقع یه ریاکتی داشته باشه من اونو ملاک قرار میدم دیگه، کاری ندارم اون بر چند نفر حاضر هستن. سلام. خب بریم اسلاید بعدیتون. خب مورد سوم مقیاس خطی هستش که حالا اسلایدش رو پیدا کنیم. متاسفانه این فایل ها رو که من پی دی اف میکنم میذاره جابجا میشه. خب مقیاس خطی میگه عبارت است از خطی به تقسیمات مساوی که در واقع هر قسمت آن طول معینی از سطح زمین رو در نقشه نشون میده. به چه شکلی؟ به این شکل هستش که در واقع مزایای این روش به گونه‌ای هستش که اگر عارضه در اثر عوامل جوی تغییر کنه، فرض بفرمایید یه دره دارین محل عبور سیل هستش که ما بهش میگیم مسیل، محل عبور سیل هستش. بعد از عبور سیل در واقع عارضه دره‌تون از فرض بفرمایید 100 متر تبدیل شده به 150 متر به دلیل آب شستگی. خب این نقشه هم در واقع این مقیاس هم خودشو کالیبره میکنه و تنظیم میکنه یا بروز رسانی میکنه با شرایط عارضه‌ای جدید، یعنی به نسبت در واقع مقیاس مناسب بعد جدید مقطع رو در خودش نمایش میده. در واقع بروز رسانی میشه با عارضه جدیدتون. فرض بفرمایید یک کوهی دارید، پس از وقوع زمین لرزه حالا در قسمت کوهپایه عریض‌تر شده. خب این نقشه ها هم در واقع نقشه هایی که با استفاده از مقیاس خطی به دست اومدن. بقیه صدا دارن؟ خب خانم برای ایشون تایپ کنیم که مشکل دیوایس یا دستگاه خودتون هستش.
دستگاه یا سرعت اینترنت شماست. خب دستگاه یا سرعت اینترنت شما، حالا کاری نداره. پس اینم مقیاس خطی در حد تعریف کفایت میکنه. مورد بعدی انواع نقشه به لحاظ مقیاس هستش که نقشه های خیلی بزرگ مقیاس رو داریم که جزئیات در اونها به خوبی نمایش داده میشه، مثل پلان مقیاس بین 1/100 تا 1/500 رو دارن. مورد دوم نقشه های بزرگ مقیاس رو داریم که کاربرد نقشه مهندسی رو دارن، مقیاسی بین 1/500 تا 1/10000 دارن، جزئیات تقریبا در اونها به خوبی نمایش داده میشه. نقشه های با مقیاس متوسط رو داریم مثل نقشه های شهری، مقیاسی بین 1/10000 تا 1/50000 رو دارن، و نقشه های کوچک مقیاس که مقیاسی بین 1/50000 تا 1/25000 دارن، مانند نقشه های کشورها، و نقشه های خیلی کوچک مقیاس مثل اطلس های جغرافیایی که در واقع جزئیات در اونها نمایش داده نمیشه و فقط مرز بین قاره ها قابل ملاحظه است. یه سری علائم اختیاری داریم در نقشه برداری و نقشه هایی که به این وسیله تهیه میشه. علائم قراردادی هستش که ملاحظه میکنید. حالا یه سری اشکال رو ما انتخاب کردیم که فرض بفرمایید راه آسفالته با 2 خط موازی ممتد، راه ماسه‌ای یا شوسه حالا با 1 خط ممتد و خطچین، ساختمان حالا به شکل مستطیل‌های هاشور خورده و امثال آن. اگر سوالی هستش بفرمایید، در غیر این صورت بریم ادامه مطالب. یه عکس هم محبت بکنید که بگیرید از این اسلاید. خب اگر که عکس گرفتین دیگه من برم اسلاید بعدی. مرسی از پاسخگوییتون. بله بله میشه. بفرم. عکس رو گرفتیم، فقط بگین که من سریع رد شم برم فصل دوم میخوام شروع کنم. خب بسیار عالی. خب فصل دوم تئوری خطاها هستش، تعریف بین در واقع مقدار حقیقی و مقدار اندازه‌گیری شده رو ما بهش میگیم خطا، که ما خطا رو با پارامتر ای نمایش میدیم، مخفف ارور هستش. این دانشجو من ممنون اینجا چی نوشته اصلا واسه خودش. ما خطا رو با پارامتر ای نمایش میدیم، مخفف ارور هست،
و مورد بعدی اشتباه هستش که در اثر عدم دقت عامل یا نقص مشخص دستگاه وجود میاد. گفتیم خطا اصولا تحت دو عامل ممکنه رخ بده. یک عامل خطای انسانی هستش، یا عدم دقت نقشه بردارتون که باعث اشتباه شدن اندازه‌گیریتون میشه، یا توسط اون وسیله‌ای که داریم باهاش اندازه‌گیری رو انجام میدیم. حالا میتونه دوربین باشه یا هر وسیله دیگه ای باشه. ممکنه اون خراب باشه یا کالیبره نباشه یا تنظیم نباشه که در واقع دیتاها و داده های مناسب و دقیقی رو به ما نده. خب برای جلوگیری از اشتباه ما دو طریقه کنترل داریم: طریقه به طریقه مستقیم و کنترل به طریقه غیر مستقیم. در طریقه مستقیم یا دوباره اندازه گیری میکنیم یا روش کارمون رو تغییر میدیم. در طریقه غیر مستقیم نتیجه ممکنه از طریق روش های دیگه مانند محاسبه و اندازه گیری به دست بیاید. خب این فصل تعاریفش فقط جهت اینه که شما مطالب رو متوجه بشید و اینه بیشتر بحث محاسباتش حائز اهمیت هستش. خب این اسلاید ها رو خیلی دیر نمایش میده دیگه. یه اسلاید دیگه هستش که در اون قبل یه اسلاید رو باید نشون بده. الان شما اسلاید رو میبینی؟ برای من خب الان واضح شد. شما میبینی؟ خدا رو شکر. خب این بالا که پاک شده در واقع نوشته شده انواع خطا. انواع خطا، خطاهای تدریجی و خطاهای اتفاقی رو داریم. خطاهای تدریجی در واقع خطرناکترین نوع خطا هستن، زیرا جمع شونده و جهتدار هستن. به چه معنا؟ فرض بفرمایید که شما یک طولی مانند آبه رو میخواین اندازه بزنید. این طول فرضاً هست 1000 متر. شما یه متر دارین که میخواین با این متر طول 1000 متر رو اندازه بزنید. درست شد؟ مترتون هم هست 50 متری. خب 50 متر اندازه میزنید میان جلو، 50 متر دیگه اندازه میزنید میان جلو، همینجوری 50 متر 50 متر میخواین اندازه بزنید تا این طول 1000 متر رو کامل اندازه گیری کنید. تو 50 متر اول 1 سانتی متر خطا داریم، تو 50 متر دوم فرضاً 2 سانتی متر خطا داریم، 50 متر سوم دوباره 1 سانتی متر خطا داریم و الی آخر. خب تمامی این خطاها داره با هم جمع میشه و در انتها که 1000 متر رو اندازه‌گیری کردین ممکنه یه چیزی هولوش 1 تا 2 متر خطا داشته باشین، 1 متر تا 2 متر خطا داشته باشین. خب این خطا همینجوری این 1 سانتی متر 2 سانتی متر 1 سانتی متر داره با هم جمع میشه و در انتها یک خطای بزرگی رو حادث میشه و همگی دارن در یک جهت اتفاق میفتن و این در یک جهت بودن و جمع شونده بودن باعث میشه که در انتها خطای بزرگی رو داشته باشیم. پس برای همین داره میگه خطاهای تدریجی خطاهای خطرناکی هستن به دلیل اینکه جمع شونده و جهت دارن. اینو متوجه شدید دوستان؟ خب
مورد بعدی خطاهای اتفاقی هستن، یا انقدر زیادن که نمیشه از اونو صرف نظر کرد، باید مجددا اندازه‌گیری کنیم، یا ممکنه در واقع مقدار این خطا برابر با صفر باشه. این نوع خطا برخلاف خطاهای تدریجی دارای جهت مشخصی نیستن و همونطور که گفتیم ممکنه مجموعشون برابر با صفر بشه یا مقدار بزرگی باشه. باید محاسبه کنیم. ما 4 مدل خطای اتفاقی داریم. خطای احتمالی که همونطوری از اسمش مشخصه احتمال وقوعش 50%، احتمال داره رخ بده، احتمال داره رخ نده، پس 50-50، یعنی 50-50 است، ممکن رخ بده ممکن رخ نده، احتمال وقوعش 50%. مورد دوم خطاهای ماکسیموم هستن، همونطور که از اسمشون مشخصه خطاهای بزرگی هن و نباید زیاد رخ بدن، پس احتمال وقوعشون باید کم باشه، 1%. چرا؟ چون اگر که خطای ماکسیموم همش بخواد رخ بده اون دیگه خطا نیست، اون اشتباهه، چون مقدار این خطا زیاد هستش. مورد سوم خطای متوسط هندسی هستش، با EQ نمایش میدیم. خطای ماکسیموم رو با E اندیس M نمایش میدیم. خطای متوسط هندسیمون رو با EQ نمایش میدیم و خطای متوسط حسابیمون مورد آخر رو با E اندیس A نمایش میدیم. خب روابطش رو خدمتتون میگیم. خطای ماکسیموم برابر است با EM مساوی است با 2.5 ضرب در EQ. EQ چی بود دوستان؟ EQ چی بود؟ بزرگواران EQ چی بود؟ بله، خطای متوسط هندسی. تموم شد و رفت. خب این میشه رابطه خطای ماکسیموم. حالا خطای متوسط هندسی چجوری به دست میاد؟ میگیم EQ برابر است با مثبت و منفی آلفا در رادیکال n اموم. n اموم. آلفا چیه؟ آلفا خطای معیار یا قرائت یا استاندارد هستش. خطای معیار یا قرائت و یا استاندارد هستش. ام چیه؟ تعداد دفعات اندازه‌گیری. دفعات اندازه‌گیری. دیگه بد خط میشه باید ببخشید، من با موس می‌نویسم. n چیه؟ تعداد دهانه یا تقسیمات. تعداد دهانه یا تقسیمات. حالا مسئله حل کنیم قشنگ جا میفته که قضیه چیه. آلفا چی بود؟ خطای معیار یا استاندارد یا خطای قرائت. حالا ممکنه تو مسئله‌تون از عنوان خطای معیار استفاده کنه یا خطای قرائت استفاده کنه. خب خطای ماکسیموم که رابطش اینجا نوشتیم، خطای متوسط هندسی رو که رابطش اینجا نوشتیم. یه عکس بگیرید، خطای ظاهری هم خودتون مطالعه بفرمایید، فقط در حد تعریف کفایت میکنه. اگر که عکس گرفتیم بریم اسلاید بعدمون. مرسی بزرگواران. در رابطه با مقاله کسی کاری انجام داد؟ مرسی از این همه صداقت، من واقعا ممنونم. خانم مقربان اگر اشتباه نکنم.
خدا رو شکر که درست خوندم. خانم مقربان چه کارایی انجام شده بزرگوار؟ آقای یوسفیان موضوعشو شما باید بفرمایید. موضوع رو من آزاد گذاشتم. موضوع میتونه در رابطه با رشته معماری باشه، میتونه در رابطه با رشته شهرسازی و عمران باشه، میتونه در رابطه با نقشه برداری باشه. گفتیم مقاله علمی پژوهشی چون یک مقدار، حالا بعضی از دوستان جهت اکسپت میگن کار میبره، به صورت اختیاری هستش ولی با نمره بیشتر. به صورت اختیاری هست با نمره بیشتر. مقاله کنفرانسی نمرش یه مقدار کمتره ولی مورد تاییده و به صورت اجباری هستش. چرا گفتیم مقاله انجام بدین؟ چون با توجه به شرایط فعلی کرونا که لحظه به لحظه داره افزایش پیدا میکنه و معلومه کی ما از شر این بیماری خلاص شیم، نمیتونیم از شما بخوایم که در دانشگاه حضور داشته باشین جهت بحث عملیات درستون. چون من که نمیام، من که جرئت ندارم حقیقت با این وضعیت باشم بیام دانشگاه. چون یکی از همکاران من هم متاسفانه سن ایشون یه مقدار بالا بود، حالا خیلی هم بالا نیست ولی خب به نسبت ما بالا 60 سالشونه ایشون، و یک کار پژوهشی قرار بود که چند روز پیش انجام بدیم به صورت کنفرانس که متاسفانه ایشون انقدر حالشون بده که اصلا به صورت مجازی هم نتونستن حضور پیدا کنن و الان تو آی سی او هستن. اینی که به هیچ عنوان، بله دیگه همون 20 صفحه کفایت میکنه، بیشتر مقاله نمیشه. به هیچ عنوان نمیتونیم کلاس ها رو به صورت عملیات در خدمتتون باشیم با وضعیت فعلی و به جای اون یک کار پژوهشی از دانشجو خواستیم و وظیفه دانشجو هم آموزش و پژوهش هستش. حالا اینجوری جا افتاده که فقط یه سریا بیان دانشگاه درسی بخونن و بعد یه جزوه‌ای داده بشه و تش ببرن امتحان بدن و اینا، نه به این شکل نیست. دانشگاه در واقع در همه جای دنیا در کنار بحث آموزش و اجرا بحث پژوهش بسیار اهمیت داره. حالا مقاطع کارشناسی ارشد دکترا که دیگه در بیرون از کشور ما 80% پژوهش، دکترا که 100% پژوهشه. کشور ما حالا یه ذره کمتر به پژوهش اهمیت میده که اشتباهه به نظر من. و اینه که تو مقطع کارشناسی هم تو همه جای دنیا کار پژوهش رو انجام میدن به جز کشور ما. فقط صرفا میان یه سری مطالب ارائه میشه، دانشجو میاد همونا رو امتحان میده، آخرش هم میره میگه من کار ندارم و بیکارم و فلان. به همین دلیله، چون صرفا فقط بحث و گشتیم به صورت تئوریک. عملیات و پژوهش کلا رفته تو حاشیه دانشگاه های ما. نباید به این شکل باشه. سطح دانشگاه خوب هستش به لحاظ مطالب علمی، همه مطالب علمی گفته میشه، اما تو بحث عملیات و پژوهش واقعیتی هستش که ضعیف هستیم. حداقل با وضعیت فعلی که پیش اومده بحث پژوهشمون رو میتونیم کمی تقویت کنیم. مقاله کنفرانسی واقعا اکسپتش کار راحتیه دیگه، فقط یه ذره خلاصه نویسی میخواد و ارسال به یک کنفرانس که به صورت مجازی هم هستش و در واقع الان چون کرونا هستش دیگه کنفرانس هم نمیخواد شرکت کنید، حتی مجازی هم ارائه نمیخوان از شما، فقط ارسال میکنید، داوران میبینن مورد تایید باشه اکسپت میگیرید. حالا بریم ادامه مطالبمون. خانم مقربان بخشی رو انجام بر من ایمیل کردین. صدای منو دارین دوستان؟ خب دیگه باید اول ایمیل کنید، من ببینم بررسی کنم ببینم مورد تایید هست موضوعتون چیکار کردین، بعد حالا شما برای یک ژورنال علمی پژوهشی یا یک کنفرانس ارسال بفرمایید. خب مورد بعدی خطای نسبی هستش. خطای نسبی رو ما با ای اندیس آر نمایش میدیم. ای اندیس آر
بیان میکند خطای ماکسیموم به روی طولمون. طول ما با L نمایش میدیم که حالا L رو من به صورت حروف پیوسته نوشتم، شما هر جور دوست دارین بنویسین. مخفف لنف هستش یا طولمون، طول مورد نظر جهت اندازه گیری. یه ام هم خطای ماکسیموم.